با سلام دوستان عزیز. امروز برنامه خودمون رو به زبان فارسی اجرا خواهیم کرد و این برنامه اختصاص داره به مسائل موجود در وضعیت کنونی ایران و در اون خصوص ما بحث خواهیم کرد. امروز با دو برنامه در خدمت شما خواهیم بود. اول روز زن را به تمام دوستان و تمام آشنایان و تمام آزادگانی که در ایران فعالیت سیاسی انجام میدن و مخصوصا به فعالین حرکت ملی آذربایجان تبریک میگیم و امیدواریم روز خوبی در پیش داشته باشند و این روز سرآغازی باشه برای آزادی تمام زنان در قید و بند جمهوری اسلامی و آرزو داریم که خواهران ما هم در آذربایجان طعم آزادی را بچشند و بتونن مانند تمام زنان آزاده در جهان آزاد و از حد اقل ترین حقوق انسانی برخوردار باشند. دوستان، دومین قسمت برنامه ما اختصاص داره به وضعیت اقتصادی در ایران، وضعیت اقتصادی ایران و همچنین دو نفر از کابینه آقای پزشکیان کنار گذاشته شدند و در آن خصوص علت آن و چرایی آن را مورد بحث قرار خواهیم داد. امروز مهمان عزیز ما که این برنامه به پیشنهاد ایشون شکل گرفته و در حال اجراست، آقای دکتر یحیایی می باشند. جناب آقای دکتر یحیایی یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان هستند که خودشون در مسائل اقتصادی و در مسائل سیاسی ایران صاحب نظر هستند. آقای دکتر خوش اومدین به برنامه ما و از اینکه این پیشنهاد را به ما کردین که به زبان فارسی هم ما برنامه‌های داشته باشیم ممنون هستم و امروز با این دو موردی که عرض شد در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید. فعلا خیلی متشکرم جناب سلیمانی. منم همینطور این روز بسیار مهم و عزیز را به همه زنان ایران به ویژه زنان آذربایجان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتوانند با اون فعالیت با اون درخششی که دارند، با اون پشتیبانی و واقعا فعالیتی که میکنن به حقوق حقه خودشون برسند. و زنان در جهان جناب سلیمانی اولا هیچ فرق بین زن و مرد نیست از نظر انسانی، همه ما انسانیم، ولی واقعا فعالیت های چشمگیری در تمام جهان انجام دادن و در ایران هم جالب است. با این حکومت ایران یک حکومت دینی است، یک حکومت مذهبی است و متاسفانه چیزهایی را هم از گذشته به ارث برده، از رژیم‌های گذشته. آنچه فرض کن در قانون میراث، در قانون مدنی ایران در اون موقع هم بود، الان هم هست، الان رو بهش اشاره خواهیم کرد، که حقوق زن عمداً نصف مرد بود. در اون موقع هم در قانون مدنی شاهد 2 زن در مقابل 1 مرد بود. بله. قانون مدنی هم همین رو میگفت میراث 2، یعنی در واقع پسر مرد 2 برابر دختر و یا زن میراث میبرد از پدر. پس بنابراین یه تفاوت‌های جدی بود و در رژیم جمهوری اسلامی این حادثه عمیق‌تر شد. چون عمیق‌تر شد جالب است که زنان هم به میدان آمدند و هر کار رژیم میکند که اینا را بار دیگر به کنج آشپزخانه بفرستد، این زنها اون را قبول نمیکنند
و مبارزهشون رو هر روز گسترش بیشتری میدن و الان در شرایط 1400 از سال حداقل از البته از اوایل انقلاب، از همون سالهای نخست انقلاب، درست در 17 اسفند 1357 بود که زنان به خیابان ها آمدن در رابطه با حجاب اجباری به تظاهرات رو انجام دادن که در اون تظاهرات میدونید چه تعدادی اجیر شده از سوی ارتجاع به اصطلاح حمله به آنها را شروع کردن. شعارشون هم این بود یا روسری یا توسری. خیلی شعار احمقانه بود، یا روسری یا توسری. ولی اونا خب مجبور شدن در دهه اون اول انقلاب که به دهه جنگ بود، خب این زنان به نوعی به کنج خزیدن، به عزاداری پرداختن. البته بهتر است بگیم سرکوب شدند. بله سرکوب شدند. حالا در این میان خب این حادثه جنگ هم شرایط خاصی به وجود آورد که ارتجاع مسافت بیشتری را طی کرد. ارتجاع برای سرکوب زنان فرصت بهتری به دست آورد و در نتیجه خب بعد از آن بود که یا در زمان هاشمی رفسنجانی و با باز شدن درهای دانشگاه آزاد تعداد بیشتری از دختران وارد دانشگاه شدند، به دانشگاه رفتن، حتی از جاهای دکتر خیلی به جای بسیار مهمی رسیدین. البته من خیلی علاقه داشتم این آمار رو بگم. آماری که جمهوری اسلامی خودش منتشر کرده 60% دانشجویان قبولی نسبت به دانشگاه ها خانم هستند، دختر هستند. 60%. ولی استخدام اونها فقط در سطح جامعه 15% فارغ التحصیلان دختر بله همینطوره. این اتفاقا وارد کار. علت این تبعیض چیه؟ اتفاقا یکی از مسائل مهم همین است. شما اینا تعداد زیادی از این دختران وارد دانشگاه شدن، تحصیلات عالیه کردن در دانشکده‌های مختلف، هرچند رژیم برخی جلو برخی از ورود اینها رو به برخی از دانشکده‌ها مسدود کرد، جلوشون رو گرفت، ولی با این حال به قول شما 60%، من یه تاریخ تا 63% قبولی دختران در دانشگاه‌ها تا 63% بود. ولی متاسفانه در بازار کار میدونید که ایران یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان در این زمینه است. با اینکه تعداد استخدام خانم‌ها در ادارات دولتی اصلا به طور کلی ایجاد کار برای زنان و متاسفانه در حدود 15% است. مثلا در کشور همسایه ما در ترکیه این از 36% گذر کرده. یعنی تعداد خانم هایی که مشغول به کار هستند در بازار کار، فعالیت ادارات دولتی، در ادارات دولتی به فرق نمی‌کنه، در شرکت های ادارات دولتی، چون اون کارمندان رسمی دولت همیشه مورد آمار قرار میگیره. حالا یه خانمی شاید در یک مغازه به هر حال کار کنه، اون اصلا به حساب نمیاد دیگه. نه جناب سلیمان، این گونه نیست. همه اونهایی در بازار کارن، از راننده تاکسی زن گرفته، راننده اسنپ زن گرفته تا زنی که در کار. متاسفانه ما که در خانم زن راننده، من منظورم این است که چه اتفاقا الان هستن زنانی که در اتوبوس میرونن بین شهری. یعنی منظورم این است که با تمام فعالیتی که رژیم میکنه این زنان رو بار دیگر، البته در زمان انقلاب فراموش نکنید خمینی دستور داد که برای مشارکت در تظاهرات ضد شاه به اذن شوهر نیازی نیست، زنان میتونن بدون درسته بیان در تظاهرات شرکت بکنن. اینا آمدن در تظاهرات هم شرکت کردن و رژیم گذشته هم سرنگون شد، رژیم تازه شکل گرفت، ولی دیگه اینا حاضر برگشت به آشپزخونه نشدن، ولی خواستن حق و حقوق خودشون رو میخوان.
و 46 سال است آقای سلیمان دارن مبارزه میکنن در همه زمینه ها، در همه زمینه ها، تا جایی که این شعار کنونی جنبش اجتماعیان زن زندگی آزادی است و زن زندگی آزادی شعاری است که نه تنها از مرزهای ایران هم گذشته و بسیار بسیار اهمیت بزرگی پیدا کرده در جهان. من بر این باور هستم که ادامه بدیم آقای سلیمانی. بله بفرمایید. بله، من بر این باور هستم که این زنان ایران در انقلاب آینده ایران، در جنبش اجتماعی آینده ایران جای بزرگی را خواهند گرفت و به حق هم جای بزرگی باید داشته باشند و این زنان از ستم چندین ستم مضاعف در رنج و عذابند. آزادی پوشش ندارن، نمیتونن به دلخواه خودشون پوشششون انتخاب بکنن. ولی فراموش نکنید همزمان با آن در جامعه حوادثی پیش میاد که خارج از کنترل نیروهای انتظامی است، خارج از کنترل اون ارتجاع هست. با تمام اینها کتک را میپذیرند، جریمه های نقدی را میپذیرند، خواباندن ماشینشون رو قبول میکنن، ولی اون روسری رو به سر نمیکنن. این همینطور گسترش پیدا کرده در سطح شهرها و گاهی شهرهای بسیار دور افتاده که اصلا قابل تصور نبود، چون معمولا شهرهای دور افتاده متعصب بودن، حالا تعصب رو کنار گذاشتن و حتی خانواده های دختران از اینا پشتیبانی میکنن. بدونید که در 2 سال گذشته صدها دختر ایران در تظاهرات گوناگون، که جالب مثل آقای سلیمانی تعداد کثیر از اونها هم همشهریهای خودمون بودن، همزبانان خودمون بودن، حتی در کرج، در تهران، در شهرهای مختلف کشته شدن، کور شدن و بسیار بسیار زیر فشار و اینا قرار گرفتن، ولی هرگز نمیخوان تمکین بکنن از رژیم، تمکین بکنن از نیروهای انتظامی و اینها، کارشون ادامه میدن، با جرأت و جسارت پیش میرن و یک به اصطلاح حادثه‌ای در ایران آفریدن که زنان ایران اصلا تبدیل شدن به یک قهرمان، تبدیل شدن به یک اسطوره، تبدیل شدن به انسان‌هایی که جنبش را راهنمایی خواهند کرد. پس بنابراین این روز برای زنان ایران یک ویژگی خاصم داره. این 8 مارس، ببین رژیم در تمام این 46 سال سعی کرد روز دیگر را جایگزین این روز بکنه. یعنی روز پدر را میدون دگرگون کرد، روز مادر را دیگر، سعی کرد روز زن را هم با چیزای مذهبی خودشون جایگزین بکنن که خوشبختانه مردم زنان ایران آن را قبول نکردن و زنان ایران 8 مارس را که یک تاریخ طولانی داره از 1908 به این سو تبدیل کردن به روز زن و بزرگداشتی هم در سرتاسر ایران براش میگیرن. و میدون که الان زندان‌های ایران هم تعداد زیادی از زنان کرد، از زنان ترک، از زنان ملیت‌های دیگر در ایران در زندان‌ها هستند و مبارزه‌شون ادامه میدن. من امیدوارم که این مبارزه ادامه داشته باشد و زنان به حق و حقوق خودشون برسن، چرا که لایق آن هستند که حتی به اصطلاح پیشرو در مبارزه مردم ایران باشن. نشون دادن 1401 نشون دادن، الان نشون میدن و هر روز نشون میدن با اون چیزای خودشون، به تظاهرات آقای سلیمانی. یعنی وقتی یک دختر جوان، فرق نمیکنه خانم، روسریش رو بر میداره و بدون روسری تو خیابان ها راه میره، این خودش تظاهرات است. این یک نمادی است، یک تظاهرات است برای رژیمی که تاریک اندیش است، رژیمی که میخواد تسلط داشته باشه بر زن، تسلط داشته باشه بر پوشش زن، تسلط داشته باشه بر طرز فکر زن.
و این زنان اینا عقب میرانن و به پیش میروند. پس بنابراین این روز برای زنان ایران ارزش خیلی بیشتر از جاهای دیگه داره. حالا در اروپا، در امریکا که شما هستید، خب زنان تا اندازه، البته نمیشه که به همه حقوق خودشون رسیدن، ولی خب خیلی از حقوق خودشون به دست آوردن، ولی زنان ایران متاسفانه از بخش مهمی از این حقوق محروم هستن. اتفاقا این محرومیت را هم رژیم قانونی کرده. فرض کن حق اولاد را، فرض کن در هنگامی که طلاق رخ میده، حضانت از بچه به پدر داده می شود، حتی به پدر پدری داده می شود، ولی به مادری که بچه رو متولد کرده، بچه رو به دنیا آورده، این حضانت سپرده نمی شود. حق طلاق هنوز در دست مرد است. زن هم در شرایط خاص حق طلاق دارد، ولی توجهی با آن نمی شود. در قانون مدنی هم همینطور خدمتتون کردم، هنوز اون قانون میراث جاری است. قانون مدنی ایران بر اساس اون باورهای کهنه شده و اینها ادامه پیدا میکند که همه اینها ظلم مضاعف است برای زنان ایران. حالا از این روز اهمیت خاصی برای زنان ایران دارد که باید چندین بار تبریک گفت با زنان ایران. خیلی ممنون. من هم دوباره باز به هموطنان عزیزم و آذربایجانی های گرامی و تمام انسان های آزادی که از هر ملیت و قومی در ایران زندگی می کنند این روز زن رو تبریک میگم. به هر حال امیدوارم برای زنان ما، زنان آذربایجان مخصوصا، روز خوشی در پیش داشته باشیم و برای آزادی آنها به هر حال دوش به دوش خانم ها باید مبارزه کنیم تا اونها بتونن حق و حقوقشون رو به دست بیارند. آقای دکتر، به هر حال به بخش دوم برنامه برمیگردیم تا این بحث رو پیش ببریم. آقای دکتر، به هر حال 2 نفر از اعضای کابینه آقای دکتر پزشکیان کنار گذاشته شدند. یکی آقای همتی و دیگری آقای ظریف به هر حال در کابینه نقش موثری داشتند و نقش کلیدی داشتند. در حقیقت علت برکناری اینها چی بود؟ چرا در این مرحله، در این مقطع که حالت جنگی از یک طرف آقای ترامپ تهدید میکنه و آقای ظریف که یکی از اعضای کلیدی کابینه که معتقد به مذاکره بود و حتی آقای همتی هم که معتقد به مذاکره بودن، نقش کلیدی در کابینه داشتن، علت کنار گذاشته شدن اینا چی بوده؟ چرا به هر حال در این مقطع این کارو کردن؟ اتفاقا همون چه بوده شما بهش اشاره فرمودید. خب بالاخره مذاکره میدونی چه وقتی که این حادثه برجام پیش آمد و به اصطلاح خارج شدن امریکا از برجام و اینها، فرصت خیلی مهمی برای گروهی، حتی برای اون به اصطلاح دولت سایه، دولت پنهان پیش آمد که از اون سودهای کلانی رو بردن. خیلی سود بردن. آقای سلیمانی، شما در مقدمه یه چیز گفتید که خب میلیاردها ثروت ایران کجا رفت؟ خیلی جالب است. من یادم هست که در اون بود، در یک از شهرها بود که 2 نفر گوسفند دزدیده بودن، انگشتان آنها را قطع کردن. بله، در مشهد بود، یادم هست. احتمالاً. ولی چای دبش 3 میلیارد دلار اختلاس کردن. 3 میلیارد دلار. 2 وزیر زندانی هست، حالا زندانی هست. 2 وزیر در مجموع به 3 سال، یکی به 2 سال، یکی به 1 سال. یعنی در مقابل 3 میلیارد دلار، چه میدون آقای سلیمان، 3 میلیارد دلار پول کمی نیست. 3 میلیارد دلاره. یعنی با اون چندین
بیمارستان، چندین مدرسه، چندین پایگاه، چندین نمیدونم زیرساختهای مهم تجاری رو میشه برپا کرد. میشه فرض بکن چندین بندر رو ساخت، چندین فرودگاه تأسیس کرد و همه اینا رو این افرادی که تو قبرستون میخوابن، بالا پشت بوم میخوابن فلان، برای این مسکن آماده کرد با این 3 میلیارد دلار. 3 میلیارد دلار دزدی. حالا اتفاقا به این دلیل میگم خدمتتون، چون دولت در سایه بالاخره به فعالیت خودش ادامه میده. اقتصاد ایران آقای سلیمانی در تمام جهانی است. برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران، اقتصاد جهان و اقتصاد هر کشور دیگری یک انسجام میطلبد. یعنی اقتصاد یک انسجام میطلبد. اقتصاد پراکنده قادر به شکوفایی نیست. اقتصاد منسجم هست که میتواند شکوفا بشود. برنامه‌ریزی اقتصادی میتونه چیکار بکنه؟ اقتصاد رو شکوفاتر بکنه، تولید رو افزایش بده، اشتغال رو افزایش بده، در نتیجه کنترل روی اقتصاد داشته باشد، عرضه و تقاضا را به اصطلاح متعادل بکند و اقتصاد به پیشرفت خودش ادامه بده. در زمان احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه منحل شد. یعنی ظلمی که این مرد به اقتصاد ایران کرده، این نامرد، مرد که نه، این نامرد به اقتصاد ایران زده ضربه 700 میلیارد دلار در زمان احمدی نژاد گم شد. در واقع گم نشد، رفت تو جیب اون دولت چی؟ دولت در سایه. دولت در سایه از روز اولش آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بدون انتخاب آقای پزشکیان هم بیجا نبود. مردم متوجه شده بودن در نزدیک به 3 سال حکومت آقای رئیسی خوب اقتصاد نابود شده بود، داشت میرفت که نابود بشه، از بین بره. هنوز اقتصاد ایران کتک اون 3 سال ریاست جمهوری آقای رئیسی را میخورد. آنچنان بلا به سر اقتصاد ایران آورد از همه جهت و پنهان کرد اون مصیبت‌های اقتصادی را، پنهان کرد که رو ننماید و در نهایت هم خودش مرد و به آقای پزشکیان رسید. آقای پزشکیان انتخاب شد، البته با 50% نه بیشتر، با 50% انتخاب شد، ولی راه دیگری هم نبود. باید یکی می اومد که به اصطلاح اون ضایعه‌ای که اون 3 سال به وجود آورده بود به نوعی اون ضایعه رو چیکار میکرد؟ ترمیم میکرد. قرعه به نام پزشکیان افتاد. پزشکیان هم اومد روز اول، مرد همشهری ما یه خود متواضع هم هستن، یه خود نه، همشهری ما خیلی متواضع. بعدش گفت والا من هیچ برنامه‌ای ندارم، برنامه اجرای منویات رهبری است، من هیچ گونه برنامه اقتصادی هم ندارم. در کشوری که حزب سیاسی وجود نداشته باشد، نهادهای سیاسی شکل نگرفته باشد، استبداد بر جامعه حاکم باشد، هیچ حزب نمیتواند برنامه ارائه بدهد. به خاطر اینکه باید یه حزب فعال باشد، برنامه‌هاش رو از پیش با مردم در میان بگذارد و از مردم رأی بخواد. اگر مردم برنامه‌های موافقت بکنن، میرن رأی بهش میدن و انتخابش میکنن، به طرف میاد دولت در دست میگیره و پیش میبره. در ایران این گونه نبود، تصادفی بود آمدن آقای پزشکیان. آمد حالا در کاخ ریاست جمهوری قرار گرفت. از همون روز نخست در انتخاب وزرا گفت من والله هیچ وزیر رو من انتخاب نکردم و اصلا به من اجازه نمیدن که وزیر انتخاب بکنم. یه تعداد رو لیست کردن که این آقای همتی هم چون قبلا رئیس بانک مرکزی بود و یه شناختی از اقتصاد داشت، این هم آوردن کردن رئیس وزیر اقتصاد. و آقای خامنه‌ای هم هر چند کرهن قبول نمی‌کرد ولی بالاخره قبول کرد این آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد و آقای ظریف هم به عنوان مشاور کرد. مخالفت‌های زیاد هم با آقای ظریف شد و در نهایت ایشون هم به عنوان وزیر، حالا مشاور بگیم، یاور
به اصطلاح مشاور رئیس جمهور بالاخره به کار ادامه دادن. هر دو خواهان این بودن که باید با امریکا مذاکره مستقیم بکنیم. حتی خود پزشکیان هم همینطور. پزشکیان در اون روز استیضاح هم گفت من چیز بودم، گفته بودم که من میخوام با امریکا مذاکره مستقیم داشته باشم، ولی رهبر گفت نه. من گفته رهبر رو قبول کردم. از حالا به بعد، از همون موقع هم چون رهبر گفته بود، راهنمود داده بود دیگه، من هم گفتم مذاکره با امریکا نه و ادامه میدم. ولی چرا استیضاح شد بعد 6 ماه؟ اولا 6 ماه مدت زیادی برای وزیر نیست. دلیلش این است که اون دولت سایه منافع خودش در اون میبیند که آقای پزشکیان یا زمین بخوره یا نتواند برنامه‌ای هم که ندارد یا برنامه نداشتهش هم حالا مشاورانش بهش گفتن، اقتصاددانها بهش یادآوری میکنن، چون 2-3 بارم خودش گفته که اقتصاددانها به کمک من بیان با من، به من مشورت بدن، به من راهنمایی بکنن، من مسیرشون رو نشون بدن، از اون مسیر پیش خواهم رفت. و اون دولت سایه نمیخواد. اون دولت سایه یه دولت خاصی است. اون دولت سایه خیلی از نهادهای نظامی و امنیتی هم در اختیار اون دولت سایه است. اون دولت سایه روز شماری میکند تا به اصطلاح تمام ارکان دولت رو، تمام نهادهای حاکمیت رو به دست بگیره. حتی چشم دوخته به رهبری، یعنی تا اینقدر پیش رفته. و این است که اونها سنگ اندازی میکنن، میدونن که آقای همتی کاری نیست. آقای همتی یک وزیر چه کار میتونه بکنه وقتی دست و پاشو بستن؟ حالا میگن چرا دلار شد 90 خورده هزار تومان؟ مگه کار اون بود؟ مگه اون چیزی داشت در دلار که مگه اون کرده بود 94,000 تومان دلار؟ ببین خود آقای پزشکیان روز اول گفت که ما پول پرداخت کارمندان رو نداریم، ما باید به نوعی به پول برسیم. برای رسیدن به پول یکی از بهترین راه‌ها این است که یا تلاجات موجود رو آب بکنن، سکش بکنن، بفروشن به مردم که همین کار رو میکنن، هر چقدر گرونتر بفروشن پول بیشتری به دست خواهند آورد. و یا دلاری که در اختیار دولت است و بانک مرکزی، اگر اون دلار را هم بتونن گرونتر بفروشن، خب منابع بیشتر مالی به دست میارن و میتونن حقوقا رو پرداخت بکنن. پس بنابراین بحران اقتصادی درونی است که دلار رو میبره بالا. حالا افزایش نقدینگی و نمیدونم همه اینها هم یه طرف قضیه، بدون پشتیبانی تولیدی بیان همه پول رو بریزن تو بازار. خب طبیعی است دیگه، تزریق پول به بازار همین مسئله رو وجود میاره، افزایش شدید قیمت ها. آقای سلیمانی اتفاقا اون روز یه چیز جالبی گفت آقای همتی، گفت کشوری که چند دهه است، حداقل 1 دهه رو یادآوری شد، چه تورم بالای 40% داره. وزیر اقتصاد چیکار میتونه بکنه؟ وزیر اقتصاد کاری نمیتونه از پیش ببره وقتی تورم بالای 40%. این اعتراف وزیر اقتصاده. به باور من خیلی بیشتر از این است. به باور من شاید مواد غذایی که بالای 100%. خب میدون سرشکن میکنن با کالاهای دیگه، میگن 40%، 45%. وگرنه اگر بخوان مواد غذایی رو در نظر بگیرن واقعا بالای 100% تورم. یک بحران عمیق جامعه اقتصادی را در بر گرفته. در نتیجه خب طبیعی چون دولت سایه هم برای حفظ منافع خودش، حتی برای افزایش منافع خودش سعی میکنه که این دولت که اگر چوب میکنه این مرونبر، به نوع چوب از دستش بگیره، نذاره اینها بشکافند. چون هر چقدر شکافته بشود، یعنی شفاف بشه اقتصاد، اون دولت سایه ضربه میخوره. اینم یه بحث. یه بحث دیگر هم ساختاری است. حالا شما صحبت در این مورد دیگه سوالی دارید مطرح بکنید که من به اون چیز ساختاری بپردازم.
به هر حال این ساختار جمهوری اسلامی مشخصه آقای دکتر. با این وضعیت آیا میشه بر این بحران که در این جامعه وجود داره با این ساختار اونو ترمیم کرد؟ نه آقای سلیمانی، تا روزی که سیاست راهنمای اقتصاد هست، سیاست در امور اقتصاد دخالت میکنه و اقتصاد ایران چند پارچه است، یعنی تحت سیاست هایی که وجود داره، تحت اون سیاست ها تاثیر آخه وقتی که رهبری اون بالا نشسته و راه نشون میده، میگه از این مسیر باید برید، اقتصاد مسیر نمیشناسه. اقتصاد گفتم یه انسجام میطلبه، عرضه و تقاضا تعیین کننده است. قانونمند اقتصاد برخلاف علوم اجتماعی دیگه برخی چیزاش قانونمنده، اون روی اون اصول باید بره جلو. نمیشه با دستور و فرمان اقتصاد پیش نمیره. تازه در شرایطی که اقتصاد ایران یک ویژگی خیلی خاصی هم داره، 60-70% شاید بیش از 70% اقتصاد ایران غیر قابل کنترله، یعنی زیر نظر دولت نیست، زیر نظر سازمان برنامه بودجه نیست. ما در قانون ماده اصل 46 و 45 قانون اساسی داریم که همه چیز مملکت به امپال در تحت رهبری ولی فقیه است. ولی فقیه تعیین کننده است. ببین نهادهایی که وابسته به دولت هست مثل بنیاد امام، نمیدونم مستضعفان، جانبازان، آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران از همه مهمتر، اسکله هایی داره که بدون نظارت دولت واردات صادرات انجام میده. آقای سلیمانی ببین 30 میلیارد دلار کالا قاچاق میشه. شما این میتونه اگه وارد بشه به صورت معموله وارد بشه، دولت چقدر باید از این مالیات بگیره که این مالیات ها میتونه تامین بکنه هزینه های دولت، ولی قاچاق میشه. به قول این آقای پزشکی میگه من میخرم فرض کن 50,000 تومان گازوئیل، میفروشم 1500 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان. مسئله مثلا 40 خورده هزار تومان است در هر لیتر. خوب قاچاق میشه. 20 میلیون لیتر گازوئیل در روز قاچاق میشه. من نمیدونم 20 میلیون لیتر اونایی که کول برن که نمیبرن، اونایی هم که سوخت برن در چیز نمیتونن ببرن. 20 میلیون لیتر که انسان نمیتونه ببره. آقای دکتر در بلوچستان سپاه پاسداران سهمیه میده. بله. افراد سهمیه میدن. بله. خب پس بنابراین یک سازماندهی منظم برای قاچاق است. این هم دست اون دولت در سایه است. قدرت در دست اون دولت سایه است. تا روزی که اون دولت سایه در اقتصاد، و خیلی جالب است آقای سلیمانی، هیچ کدوم اینها حسابرسی نمی شود. هیچ کدوم اینها مالیات به دولت نمی پردازن. آستان قدس رضوی نصف بیشتر مشهد مال آستان قدس رضویه و از پرداخت مالیات معاف است. معلوم نیست درآمد آستان قدس رضوی که میلیاردها میلیارد دلار میشه کجا میره؟ جیب چی میره؟ پس بنابراین در یه همچین اقتصادی شما از اقتصاد انسجام نمیتونید بطلبید. اقتصادی هم که انسجام نداشته باشه قابل برنامه ریزی نیست. وقتی اقتصاد برنامه ریزی نشده باشه، خب طبیعتاً رشد اقتصادی رو نمیتونه شما نظم بدید، تنظیم بکنید، مگر اینکه همه اینها رو حساب باشه، شفاف باشه، کنترل روش شده باشه، یک انسجام پدید بیاد، شما بتونید تعیین بکنید چند درصد رشد اقتصادی باید داشته باشه. فراموش هم نکنید ایران یک کشور خیلی جوان نیست، خیلی جوانه ایران، یعنی 70% مردم ایران زیر 50 ساله.
بعد از این انقلاب به دنیا اومدن. خب این دست جوان دنبال کار، دنبال به اصطلاح برپایی خانواده هست، حتی دنبال این است که بتونه آینده خودش رو بسازه و همه اینها مستلزم این است که دولتی که بر سر کار است وظیفه‌اش این است که بتواند برای این جامعه کار ایجاد بکند. اتفاقا ماده قانون اساسی هم هست، حداقل 3 چیز برای دولت در نظر گرفته شده است، به اصطلاح تهیه مسکن، تهیه خوراک، تهیه بالاخره مایحتاج زندگی شامل فرض بکنه فرهنگ عمومی. یعنی تمام از ابتدای مدرسه تا 9 کلاس اول موظف و اجباری است و بدون پول، بدون پرداخت کوچکترین هزینه باید بچه به مدرسه بره و تا دانشگاه، ولی تا یه حدی اجباری است. از اون به بعد خون نخونه، ولی اجباری است. باید پدر مادری که بچه‌شو به مدرسه نفرستد مجرم است. بیش از 1 میلیون بچه از ثبت نام محروم شدن، ثبت نام نکردن به مدرسه. گفته وزیر آموزش پرورشه. این مجرم دولت است، مجرم رژیم جمهوری اسلامی است که تأمین نمی‌کند اینا رو از نظر اقتصادی. یعنی کدوم بچه نمیخواد بره مدرسه؟ بچه میخواد بره مدرسه، بچه میخواد با بچه‌های دیگه بازی کنه، زندگی بکنه، دوران کودکیش رو خوش بگذرونه، ولی محروم کرده این رژیم نه تنها منفور است، ظالم هست. این رژیم قانون شکن، قانون خودش هم زیر پا میگذاره. قانون اساسی خود جمهوری اسلامی رو هم زیر پا میگذاره. کجا؟ چند روز پیش یک حادثه در یکی از مدارس اصفهان اتفاق افتاده بود که من چیزش رو دیدم تعجب کردم. یک بچه ای را به خاطر که یک هزینه از پدر مادرش خواسته بودن، بچه نتونسته بود نه این هزینه رو جبران بکنه بده به بچه، چیز از مدرسه بیرون کرده. هی اون پدره گفت آقا من ندارم بدم، من پول ندارم هزینه‌ای که شما میگید بپردازم. اونم خیلی جالبه، نمی نویسه به خاطر ندادن پول. رئیس مدرسه میگه به خاطر بی‌انضباطی، نمیگه پول نداره. پدر اومده میگه من پول ندارم بدم، من میتونم فقط غذا اینو تامین میکنم، اونم غذای بخورنم میگه، پول اضافی ندارم که به مدرسه بپردازم. طرف میگه اینا من اخراج میکنم نه به خاطر اینکه پول پرداخت نمیکنه، به خاطر بی‌انضباطی بیرونش میکنم. ببین یک حقه بازی است. وزارت آموزش و پرورش حقه بازی است، همه وزارتخونه ها حقه بازی است و چیزش ما میبینیم نتیجه این کارهای سلیمان. پس بنابراین من فکر نمی کنم که اقتصاد بتونه خودش رو چیکار بکنه، خودش رو جمع و جور بکنه، به خاطر اینکه انسجام نداره. انسجام اقتصادی ندارد، انسجام سیاسی نداره. تا روزی هم که سیاست بر اقتصاد حاکم هست، این اقتصاد نمیتواند مسیر خودش رو خوب طی بکنه و گرفتار خواهد بود. در خدمت هستم. بله، به هر حال آقای دکتر، این وضعیت تا کی ادامه مییابه؟ آیا با این وضعیت ایران به سوی یک فروپاشی نمیره؟ آیا این ممکنه به این زودی که فردا پس فردا فروپاشی بشه؟ نه، شاید هم طول بکشه، ولی واقعیت این است که ادامه این مسیر دیگه نمیتونه پیش بره. مسیر کاملا مسدود است، مسدود شده. حالا تهدیدهای خارجی هم هست. میدونی که پیروز ترامپ یه پیام میفرستاده. و ببین آقای سلیمانی، اقتصاد جهان آنچنان به هم پیوسته است که با چیز به اصطلاح مداخلت با پیام ترامپ دلار یه دفعه 3-4 هزار تومان بازی میکنه. یعنی میره 4,000 تومان دلار میره بالا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرض کن یه پیام آقای ترامپ فرستاده. اقتصاد ایران نمیتونه دیگه رو پای خودش وایسته، به خاطر اینکه اولا رشد اقتصادی نداره، تورم قابل کنترل نیست،
برنامه‌ای رو نمیتونه دولت پیش ببره. پس بنابراین اقتصاد نه عملاً ورشکسته از اقتصاد ایران. اقتصاد ایران ورشکسته از اقتصاد ایران حالا ممکن بازار کالا هست، ولی شما یه نگاه به این شب عید بکنید، به این کاسب‌هایی که امیدشون شب عید بود که می‌خواستن در شب عید یک فروشی داشته باشن، یک مغازه‌های تعداد مشتری ببینه. خب ببینه همشون ناراحتن، همشون در عذابن، همشون چک‌ها رو ریختن رو میز، گفتن به امید شب عید که ما شب عید فروشی خواهیم داشت تا این چک‌ها رو پاس بکنیم. ولی متاسفانه شب عیدی در کار نیست. و جالبه مثل هممون بالاخره تو ایران فک و فامیل داریم، آشنا داریم، گاهی از طریق تلفن میپرسیم، گاهی صحبت که پیش میاد میگن هیچ آثاری از شب عید اصلا در جامعه ایران نیست، هیچی، مثل هیچ حادثه اتفاق نیفتاده. در حالی که خب امروز 17 اسفند، یعنی 13 روز مونده به عید و اینقدر سوت و کور بازار. این است که نه، من چشم امیدی به گشایش اقتصادی در جامعه ایران با این ساختار امکان نداره، با رژیم کنونی امکان نداره، با مداخله سیاسی در امور اقتصاد پویایی پیدا نمی‌کند، اقتصاد شکوفا نمی‌شود. اقتصاد قانونمندی خودش داره، اقتصاد برای شکوفا شدن یک قانونمندی مخصوص خودش داره. و متاسفانه این آقایی که آقای رئیسی، حالا البته این آقای پزشکیان هم زیاد فرقی با اون نداره، ولی آقای رئیسی اومد تمام اقتصاد رو سپرد دست دانشگاه امام صادق. یه تعدادی از دانشگاه امام صادق آمدن و ویران کردن اقتصاد، نیمه ویران و کاملا ویران کردن. نه، اقتصاد ایران راه برون رفتی نداره، که حالا بدتر هم خواهد شد، به خاطر اینکه بالاخره اگر این آقای ترامپ این تهدیدایی که میکنه اگر به سختگیرانه تر بشه تحریم ها، حتی اگر مکانیزم ماشه هم را بیفته که از طریق 3 کشور اروپایی الان مطرح شده دوباره، اگر این مکانیزم ماشه هم به اجرایی شود، اقتصاد ایران فلجتر می شود، اصلا ویران می شود، دیگه نمیتونه رو پای خودش بایسته. اینه که نه، من تیر و تار است. آینده ایران با رژیم کنونی، با ساختار کنونی، با مداخله سیاست در امور اقتصاد و با بودن یک دولت در سایه، امکان رهایی از این بحران نیست. همه چیز در بحران آقای سلیمان، همه چیز در بحران، برق در بحران، گاز در بحران، تولید در بحران، آموزش پرورش در بحران. همه چی وقتی در بحران است، راه نجات متصور نیست، اصلا راه نجات قابل پیش بینی هم نیست. آقای دکتر، قبلا زیاد بحث این سپاه مطرح می شد که چطور مثلا این قاچاق‌هایی که انجام میگیره و در داخل مخصوصا در دوران آقای روحانی، این بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی دیگه اصلا از سپاه حرفی زده نشد. حالا هم آقای پزشکیان اومده، گاهی گفته میشه، ولی نه به صورتی که قبلا دوران احمدی نژاد و روحانی این بحث ها مطرح میشد، ولی اصلا بحث در صورتی که تمام اقتصاد ایران در دست سپاه متمرکز شده، یعنی واردات، صادرات، نمیدونم اصطلاحایی که 1 دیناری هم به عوارضی، نمیدونم مالیاتی، هیچ چیزی به دولت داده نمیشه. خب با این وضع چطور میشه امیدی بست به این مملکت که بله تورم یک رقمی میشه، فلان میشه، حتی قاچاق مواد مخدر الان به یکی از کشورهای همسایه ایران که من نمیخوام اسمشو ببرم، قاچاق‌های انجام میگرفته و قاچاق مواد مخدر خود سپاه اسکورت میکرده.
ببینید آقای سلیمانی بهش اشاره کردم، دولت در سایه با آقای رئیسی خب جور بود. با آقای رئیسی تقریبا میشه گفت که همسو بودن. همسو بود، با اون مسئله نداشت، چون آقای رئیسی هم در خدمت اونا بود، اونا هم در خدمت اون دولت سایه به رأس کار اومده بود. اتفاقا جامعه به نقطه انفجاری رسید. من از این روز که میگم کشته شدن رئیسی در اون حادثه هلیکوپتر و اینها، حالا تاریخ نشان خواهد داد، شاید هم ساختگی بود که بتوانند شاید بتوانند جامعه را از بنبست بکشن بیرون، ولی جامعه را در ظاهر جامعه دچار شوک شد و نتیجه آن انتخاب آقای پزشکیان که خب بالاخره در ظاهر در خط مخالف آقای رئیسی بود، بالاخره خودش را اصلاح طلب مینامید. ولی ما میبینیم که با آمدن آقای پزشکیان اون دولت در سایه که با اون همسو شده بود با دولت رئیسان، اون ول نکرده، رها نکرده، اختیارات دولت تماما در اختیار آقای پزشکیان نگذاشته. تعدادی از وزرا که خب از همون گروه هست و اون تعدادی هم که شما بهش اشاره کردید مثل ظریف و همتی و یه تعداد دیگری از اینایی که به اصطلاح الان در ساختمان و اینا وزیر اون خانم محترم که وزیر ساختمان و ایناست، وزیر راه و ترابری است، خب ایشون در ردیف کندمه که استیضاح بشه. اینم استیضاح خواهد شد چون اینا اصلا نمیخوان، یعنی آثاری از اصلاح طلبی، حتی آثاری از درستکاری، من نمیگم اصلاح طلبان درست کارن، یعنی حتی کوچکتر نقدی را به رژیم قبول نمیکنن. چرا آقای دکتر نسبت به اینها خیلی پاک دست بودن؟ مثلا به آقای خاتمی که ما حالا قبول نداریم، چه خاتمی باشه چه اصولگرا چه اصلاح طلب، ولی آقای خاتمی مثلا هیچ وقت نتونستن بگن که آقا این یه فردی مثلا دزدی کرده، فلان در ادارات دزدی شده. دقیقاً همینطوره. اتفاقاً یکی از چیزهایی که تو این مدت 46 سال میتوان بهش استناد کرد زمان خاتمی است. آقای سلیمانی، زمان خاتمی نفت ایران به قیمت خیلی خیلی ارزان فروخته میشد. نه نفت ایران، یه دفعه قیمت نفت شکست خورد، همه قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرد، درآمدهای نفتی آقای خاتمی هم خیلی اندک شد، ولی رشد اقتصادی دوران خاتمی روی 5% بود، 6% بود، با تمام اون کاهش درآمدهای نفتی. به خاطر اینکه دقیقاً اون که شما بهش اشاره میکنید، یه تعدادی اومده بودن، دلسوز جامعه بودن، دلسوز شرایط بودن، هرچند توشون بود افرادی که دلسوز نظام بودن، دلسوز رژیم بودن تا دلسوز مردم. البته اونها هم یک ورژن دیگری از حاکمیت بود، ولی اونها نسبت به مسائل اقتصادی تقریبا معقول‌تر فکر می‌کردن. ایران، اقتصاد ایران، هرچند گفتم از زمان دوران جنگ که یک دوران بسیار سختی بود آقای سلیمانی، 10 سال 8 سال جنگ با عراق، مدیریت آقای موسوی که فوق‌العاده بود. مدیریت فوق‌العاده بود که انسان‌ها از گرسنگی، البته خوب اون زمان رهبر بود خمینی، در امور دولت مداخله نمیشه، این در امور دولت مداخله میکنه. ببین آقای سلیمانی، اون 8 سال 80 سال اقتصاد ایران رو برد، 80 سال اقتصاد ایران رو برد، تمام منابع اقتصادی ایران رو برباد داد. درست. اون 8 سال جنگ. بعد از آن حالا دوران هاشمی شروع شد. هاشمی رفسنجانی در تلاش این بود که بازسازی بکند، حتی راهی که شاه رفته بود، راه قدس از کربلا میگذرد، از کربلا هنوز در کربلا کیر کردن.
حالا هاشمی رفسنجانی خب اومد گفت ما خب بالاخره همون مسیری که شاه رفته میخوایم بریم، به این دلیل اسمش گذاشتن اکبر شاه. میدونی یه مدتی هم هاشمی رفسنجانی میگفتن اکبر شاه، که یعنی به اصطلاح اون میخواست برگرده بازسازی بکنه، کاری که از زمان شاه مونده بود ادامه بده و فلان نشد. و بعد از آن آمدن احمدی نژاد اقتصاد ایران رو نابود کرد. گفتم اولین کاری که کردیم بود سازمان برنامه بودجه رو منحل کرد. تمام نهاد شورای پول و اعتبار رو منحل کرد در بانک مرکزی. خیلی عجیبه. یعنی رد گم کن. یعنی شورای پول رد حیف و میل های نجومی هم از اون دوران شروع شد. اتفاقا ببین شورایی که از چندین سال پیش عملکرد داشت، شورای پول و اعتبار، اینا در بانک مرکزی منحل کرد. همه نهادهایی که کارایی داشتن، کار میکردن، بالاخره جامعه را میکرخاندن، همه اون نهادها را یا منحل کرد یا از مسیرشون جدا کرد. و در این میان شانس بزرگی که آورد، کاش که نمی آورد، افزایش بیرویه قیمت نفت بود تا $125 پیش رفت. بشکه‌ای 700 میلیارد دلار پول وارد کشور شد از صدور نفت و معلوم نشد پول به کجا رفت و همه چیز به هم ریخت. اتفاقا دولتی که البته از اوایل انقلاب در پنهان بود، این دفعه از پنهان به سایه در آمد. دولت سایه تشکیل شد در زمان احمدی نژاد و این همینطور ادامه پیدا کرد تا الان ستیز است در اون بالا. ما نمیبینیم، شاید ما فکر میکنیم که فقط خامنه‌ای است میاد دستور میده، با امریکا مذاکره نمی کنیم، نمیدونم وزیر امور خارجه است میگه نه ما مستقیم مذاکره نمی کنیم، غیر مستقیم مذاکره رو پیش میبریم، با کشورهای اروپایی مذاکرهمون داره به خوبی پیش میره، با امریکا مذاکره نمی کنیم بنا به دستور رهبر و رئیس جمهور مملکت که مجری قانون اساسی است. من نمیدونم چجور مجری قانون اساسی است که مجری به اصطلاح مندیات رهبری است. قانون اساسی است، مردک اونجا تو باید اون قانون اساسی را اجرا بکنی. آخه وظیفت به جای اجرای قانون اساسی اجرای مندیات رهبری. خب همه اینها نشون میده که این اقتصاد و این جامعه امکان ندارد از این بحرانی که گرفتار شده بیرون بیاد. یه خبر خیلی بدی هم خدمتتون بدم که واقعا مایه نگرانی است. کمبود آب در تهران است. در تهران چند میلیونه شاید 2-3 هفته بیشتر توی به اصطلاح چیزهای صداش آب نمونده. اگر اینجوری پیش بره چند هفته دیگر با همه این بحران ها به اضافه بحران آبم روش. آقای دکتر اون میلیارد پول خرج هزینه می‌کردن و به اون کویرهایی که آب بردن صدها میلیارد دلار چیز کردن، هزینه گذاشتن به یزد، کرمان، نمیدونم اونها سمنان، اونجا از خلیج فارس، از دریای عمان آب انتقال دادن. نه هنوز ندادن، بالاخره تو برنامه‌شون هست. نه الان بهره برداری شده قسمتی از اون. ببین آقای سلیمانی، ولی اینو برای تهران هم میخواستن این کارو بکنن که نتونستن احتمالاً یا نشده یا من فکر نه بودجه ندارم فعلا. بله با این اوضاع اقتصادی کنونی من فکر نمی‌کنم بتونن پروژه های عظیمی از اون جمله پروژه هایی که شما بهش اشاره کردید پیش ببرن. امکان این کار نیست. از بالای سر بلوچ ها آوردن آبو به سمنان دادن، به یزد دادن، به کرمان دادن، به اون کویرها دادن. به خود بلوچستان ندادن؟ نه خیر، بلوچستان که الان از بی‌آبی میمیرن. آخه اتفاقا میدونیم که ما یه سهمیه از رودخانه هیرمند داریم که از افغانستان اونو هم نتونستن بگیرن. عجیبه. اون دیگه حق
حقابه ماست. اون حقابه ایران است که نمیتواند دولت افغانستان جلو اونا با بگیرد. این قوانین بین المللی هم اجازه نمیدهد. این حقابه ایران است که 1351 قرارداد بسته شده با افغانستان. یه حقابه ایران داره، ولی این دولت آنچنان ضعیف شده، دولت 90 میلیونی با این تاریخ کهنش در مقابل دولت طالبان که دو حکومت اسلامی طالبان است، در مقابل اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا من نمیگم برای این کار بره بجنگه، نه، بره مذاکره بکنه. حقابه ایران است. ببین آقای سلیمانی، وقتی که تو موقعیت از دست بدی، جهانم به صدای تو، به داد و فریاد تو توجهی نمی کند. الان ایران داد هم بزند، فریاد هم بکند، هیچ کسی نه به دادش میرسد نه گوشی به فریادش میدهد. این است که مونده، کسی باورش نمیکنه. تا جایی که خیلی چیز جالبی گفت این آقای هاکان فیدان. هاکان فیدان یه جمله جالبی گفت، البته تو زبان ترکی هست. چه گفت؟ آقا در خانه شیشه‌ای نشستی، به خونه دیگران سنگ اندازی نکن. در خانه شیشه‌ای نشستی، یعنی با هر سنگی شیشه‌هات میشکنی. یعنی اوضاع اینجوری شده. در این شرایط خب دیگه بحران‌های گوناگون پی در 2 دقیقه 3 دقیقه وقت داریم. نهایتاً جنبندی چه از این جنبندی این بحث اقتصادی این از آقای سلیمانی. تا انسجام در اقتصاد ایران، تا شفافیت در اقتصاد ایران خیلی عجیبه. آخه چرا باید تو با FATF مخالفت بکنی؟ چه کار داری میکنی که دنیا نمیخوای بفهمه تو داری چه کار میکنی؟ اجرای FATF، ببین آقای سلیمانی، 6-7 میلیارد دلار در عراق، این همه ایران سرمایه گذاری کرده در عراق. در عراق مسجد ساخته برای امام حسین، نمیدونم زری ساخته برای حضرت ابوالفضل، میلیون‌ها دلار هزینه کرده. این همه مسجد ساخته، مدرسه ساخته، فلان ساخته، اصلا ساخته 30 هکتار. ببینید آقای سلیمانی، با مرمر 6-7 میلیارد دلار ایران در دست بانک مرکزی عراق هست، نمیپردازه، میگه نمیتونم بپردازه. برای سوریه اکنون پول میتونن بفرستن قاچاق کنن، اون علوی ها را بر علیه اون دولت کنونی تحریک کنند، یا پول به نمیدونم لبنان میتونن به هر نفری نمیدونم 12,000 دلار 10,000 دلار بدن. آقا اینها را میتونه قاچاق کنه، در داخل مملکت خودش نمیتونه اینو سرمایه گذاری کنه برای رفع مشکلات اقتصادی. پولی که از کره جنوبی باید به ایران داده میشد، قرار بر این شد که به قطر بفرستن، از طریق قطر وارد کشور بشه. پول اومده تو قطر گیر کرده، به ایران نمیدن. پول خود ایران را به ایران نمیدهند. یعنی این دولت توانایی ندارد که به قطر بگه او پول منو بده. قطر هم نمیگه نمیدم، من میگه تو چیز کار ساخت، طور عمل کردی که داخل FATF نیستی، من نمیتونم اینو با چمدون بهت بفرستم و یا توی هواپیما بذارم بفرستم برام. یه چیز جهانی هست، باید مقرر بکنه از طریق اون چیزای جهانی من این پول به شما بفرستم. من نمیفرستم. یعنی نه عراق، نه قطر، هند، حالا ما بگیم چین یه داستان دیگری است که با اونا حالا میتونن بشینن مذاکره بکنن، برخی چیزهای مختلف رو از چین میخرن، اونجا یه حساب باز کردن به نام حساب ین، این برم حساب باز کردن به نام تومان و ین، یه جوری با هم رد و بدل میکنن. یعنی پای میشه گفت اقتصاد با چین. نه، این بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد آقای سلیمانی. من در آینده اقتصاد ایران را
خیلی عمیق‌تر میبینم. امیدوارم هر چه زودتر این به پایان برسه، ولی نگران حمله به ایران هم هستم. هر آینه اگر به ایران حمله نظامی شود که خب بیشتر احتمالاً از سوی اسرائیل خواهد بود، دلیلش هم خیلی ساده است. اسرائیل میگه من برای پیشگیری از البته برای یه برنامه میذاریم و با هم در این خصوص بحث میکنیم. به هر حال دوستان برنامه ما به پایان رسید. امیدوارم این در به هر حال این برنامه را به دوستان و آشنایان خود بفرستید تا انسان‌های زیادی بتونند از این برنامه استفاده کنند. خلاصه نظرات خودتون رو در زیر کامنت ها بنویسید، در اون جایی که کامنت می نویسید و برای ما افکار و اندیشه های خودتون رو بفرمایید تا ما بتونیم از آن استفاده کنیم. آقای دکتر از شما هم استفاده کردیم، حقیقتا یاد گرفتم. به هر حال ممنون که تشریف میاریم و برای ما برنامه های بسیار زیبایی اجرا میکنید و میفرمایید تا امیدوارم زیاد از این به بعد به زبان فارسی، با وجود اینکه من فارسی را زیاد بلد نیستم، نمیتونم حرف بزنم، این زبان مادری ما نیست چه کار کنیم. با عرض معذرت با این زبان تحمیلی مجبوریم در خدمتتون باشیم تا افکار و اندیشه های حرکت ملی آذربایجان را بدونید. امیدوارم تحلیل های زیادی در خصوص این حرکت برای شما خواهیم داشت و هر روز شنبه با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم پسندیده باشین. خدا نگهدار تا برنامه آینده.